همیشه توی پرونده‌های جنایی وقتی اسم منفورترین و دروغگوترین مادر دنیا میاد، یک اسم همیشه گوشه ذهن منه و اونم کسی نیست جز کیسی انتونی. نه به خاطر کاری که کرده، نه به خاطر نحوهی به قتل رسوندن فرزند خودش، به خاطر حکمی که از دادگاه دریافت کرده. این حکم هیچ کس رو راضی نکرده. اما یک سری آدما هستن که زیر سایه کیسی انتونی قایم شدن و خیلی کارهای بدتری کردن، اما به دلیل حکمی که بهشون داده شده یا به خاطر رسانه‌ای که اون زمان نبوده، اسمشون کمتر جایی شنیده شده. این ویدیو راجع به اون آدماست. سلام صفایی‌ها، به ویدیوی جدید من خوش اومدین. من صفام و اینجام که پرونده دو تا از بدترین مادرای دنیا رو با همدیگه بررسی کنیم. 24 اکتبر سال 1994 توی ایستگاه پلیس صدای زنگ تلفن به گوش رسید. نزدیکترین اپراتور به اون تلفن رو جواب داد و پشت خط صدای زنی رو شنید که در حال گریه کردن بود و بسیار مضطرب بود. اون عاجزانه التماس میکرد که پلیس بهش کمک کنه. در ادامه اپراتور برای آروم کردن اون زن سعی کرد باهاش آرومتر صحبت کنه تا اون پشت خط بمونه و گزارش رو تکمیل کنه. زن به پلیس گفتش که من پشت چراغ قرمز بودم و مرد سیاه‌پوستی با اسلحه به من حمله کرد و دو پسر 3 ساله و 14 ماهم رو به همراه ماشینم از من رو بود. پلیس سریعا به محل اعزام شد و تحقیقاتش رو شروع کرد. حالا قبل از اینکه بریم ببینیم که چه اتفاقی توی اون روز افتاده، باید برگردیم عقب و با این زنی که پشت خط بود یکم آشنا بشیم. سوزان اسمیت، متولد 1971. اون توی یه خانواده نه چندان گرم و نه چندان صمیمی به دنیا آمد و اولین ضربه روحی که سوزان خورد جدایی پدر مادرش توی 6 سالگی بود و مادرش به گفته خودش به خاطر اینکه بچه‌ها زیاد طعم بی‌پدری رو نچشن 5 هفته بعد از جدایی از پدر سوزان با یه مرد دیگه ازدواج کرد و سوزان ادعا میکنه که اون مرد از کودکی اون رو مورد تجاوز قرار میداده. و این اتفاق باعث شده بود که سوزان در بزرگسالی علاقه‌مند باشه که با مردای سمبالا رابطه داشته باشه و فقط نه هر مرد سمبالایی، حتی همین ناپدری که اون رو مورد تجاوز قرار میداده هم روی نیمکت ذخیره سوزان بود و سوزان گاهی وقتا حتی به سراغ اون هم میرفت و هر وقت که دلش میخواست با اون رابطه جنسی داشت. تا اینکه توی 17 سالگی سوزان متوجه میشه که این کار اشتباهه و کم کم میخواسته به زندگی سامون بده که توی همین دوره بوده با دیوید اسمیت، اولین دوست پسرش، آشنا میشه. دیوید خیلی ساپورتیو بوده و سوزان رو ساپورت میکرده، از همه لحاظ بهش محبت میکرده، اما توی رابطه با سوزان زیاد جدی نبوده و صرفاً برای خوشگذرونی باش وارد رابطه شده بوده. چرا میگیم برای خوشگذرونی؟ به خاطر اینکه اون موقع دیوید میخواسته با یه دختر دیگه ازدواج کنه، اما به دلیل اینکه سوزان از دیوید باردار میشه اون ازدواج رو کنسل میکنه و با سوزان ازدواج میکنه. اون زمان دیوید 19 ساله بوده و سوزان هم 17 ساله و خب عملا جایی برای موندن و زندگی کردن توی زندگی مشترکشون نداشتن. به همین دلیل به خونه مادر بزرگ دیوید نقل مکان میکنن. و اونجا در اکتبر سال 1991 اولین فرزندشون مایکل دنیل به دنیا میاد. مادر سوزان، لیندا، که حسابی عاشق مایکل دنیل شده بود، حسابی برای این بچه خرج میکرد. هی رفت آمد میکرد، هی میرفت میومد و هی راجب رابطه سوزان و دیوید هم اظهار نظر میکرد و این باعث شد که زندگی سوزان و دیوید خیلی زود از هم بپاشه و تصمیم به جدایی بگیرن. متاسفانه سوزان و دیوید به خاطر دخالت‌های لیندا از هم جدا میشن. هر کدومشون میرن سراغ زندگی خودشون. هر کدومشون سر قرارهای متفاوت میرفتن و خب مجرد بودن و این هیچ اشکالی نداشته. اما بعد 3 ماه به همدیگه برمیگردن و میخوان به خاطر بچهشون دوباره یه شانس دیگه به همدیگه بدن. و توی این بازگشت سوزان دوباره باردار میشه و در آگوست 1993 الکساندر تایلر به دنیا میاد. همون قرارهایی که توی اون 3 ماه سوزان و دیوید میذاشتن باعث میشه که رابطه‌های متفاوتی ایجاد بشه و آدمای متفاوتی تو زندگیشون بیاد و اونا میفهمن که نه، واقعا با هم نمیتونن زندگی کنن و دوست دارن تجربه‌های جدید داشته باشن و این بار برای همیشه از همدیگه جدا میشن. سوزان هم برای اینکه
به طور کامل دیوید رو از یاد ببره، همه چیزش رو عوض میکنه. خونش رو عوض میکنه و محل کارش رو هم عوض میکنه. توی محل کار جدیدش با یک آقایی به اسم تام دوست میشه که این آقا پسر رئیس سوزان بوده و سوزان خیلی خوشحال بوده از این رابطه. میگفته خب این مرد هم خوشگله، هم جذابه، هم خوشتیپه، هم پول داره و من میتونم تأمین باشم. میتونم زندگی بچه‌هام رو هم تأمین کنم. اما تام اصلا نمیخواسته که با سوزان رابطه طولانی داشته باشه. حتی بارها بهش گفته بود چون تو بچه داری من نمیخوام با تو ازدواج کنم. سوزان که از اول رابطش با تام سودای ازدواج با تام رو توی سرش داشته، خیلی تلاش میکنه که تام رو راضی کنه که باهاش ازدواج کنه. اما این اتفاق هیچ وقت نمیافته و 24 اکتبر 1994 تام یه نامه به سوزان میده و توی اون نامه باهاش به هم میزنه و میگه به خاطری که تو بچه داری من نمیتونم با تو ازدواج کنم، نمیتونم بیشتر از این رابطمون رو کش بدم. سوزان که این نامه رو دریافت میکنه خیلی ناراحت میشه. انقدر ناراحت میشه که سریعا به دفتر تام میره و التماسش میکنه که ولش نکنه. التماس میکنه که رابطهشون رو نگه داره. اما تام که تصمیمشو گرفته بوده باهاش صحبت نمیکنه و از اونجا میذاره میره. لیندا توی راه که داشته برمیگشته میره دنبال بچه‌هاش و از مهد کودک برشون میداره. و اونجا بوده که اون اتفاق میفته. حالا بچه‌های سوزان گم شدن و طبق گفته سوزان یک مرد سیاه پوست با اسلحه اون رو تهدید کرده و ماشینش و بچه‌هاش رو برده. 48 ساعت از مفقودی این دوتا بچه میگذره. پلیس همه جای اون منطقه رو گشته. هلیکوپتر خبر کردن. تو کل شهر اسم و مشخصات اون مرد پخش شده. همه جا رو دارن میگردن اما هیچ اثری نه از اون مرد هست، نه از ماشین سوزان و نه از بچه‌هاش. 9 روز میگذره و همچنان پلیس هیچ سرنخی نداشته که این بچه‌ها کجا میتونن باشن و اینجاست که پای FBI میاد وسط. و این اتفاق یعنی این که این پرونده قرار رسانه‌ای بشه. حتی سوزان توی تلویزیون میره و از دزد بچه‌هاش میخواد که اونا رو فقط زنده بهش برگردونه. اما هیچ خبری نمیشه که نمیشه. تا 1 ماه بعد که کلانتر محله که سوزان رو تقریباً از کودکیش میشناخته اون رو به یه قرار خصوصی دعوت میکنه و اون رو به کلیسا میبره و بهش میگه سوزان عزیزم ببین من میدونم که کار تو بوده پس بیا اعتراف کن و بگو که چه اتفاقی افتاده. سوزان اونجا میزنه زیر گریه و تمام ماجرا رو برای کلانتر تعریف میکنه. مثل اینکه اون روز سوزان قصد داشته خودش رو به همراه 2 بچهش از دنیا پاک کنه و توی این دنیا نباشه. اما زمانی که داشته این کار رو میکرده و زمانی که داشته به سمت دریاچه میرفته به این فکر میکنه که نه بذار یه بار دیگه شانسم رو امتحان کنم و ببینم اگه بچه‌هام نباشن آیا تام با من ازدواج میکنه و این کار رو انجام میده. به دریاچه نزدیک میشه و ماشین رو میندازه توی دریاچه. بعد تنها کاری که میکنه گوشاشو میگیره تا صدای غرق شدن بچه‌هاش رو نشنوه. در نهایت سوزان به علت اعتراف خودش دستگیر میشه. توی دادگاه دفاع سعی میکنن که بگن سوزان اختلالات روانی داشته. از کودکی بهش تجاوز میشده و زمانی که این کار رو داشته انجام میداده دست خودش نبوده کارش. اما پلیس و دادستان این رو قبول نمیکنن و به سوزان 30 سال حبس میدن. توی دادگاه تیم دفاعی سوزان سعی میکنن که اختلالات روانی و تجاوزهایی که توی بچگی به سوزان میشده رو بهونه کنن و بگن که آره سوزان اون لحظه نمیدونسته که داره چی کار میکنه. اما دادستان و قاضی میگن که هیچ اختلال روانی تو این دنیا باعث قاتل شدن یک فرد نمیشه. برای حکم دادن به سوزان آدما به 2 دسته تقسیم شده بودن. یه سریا میگفتن باید اعدام بگیره، یه سریا میگفتن نه، سوزان میخواسته خودکشی کنه، پس اعدام براش یک هدیه است و باید اون زنده بمونه و هر روز عذاب وجدان داشته باشه. در نهایت قاضی به سوزان 30 سال حبس میده. به نظر شما این حکم عادلانه است؟ یک سوءظن مشکوک. مریان کاتن بیوه‌ای که به دلیل مسموم کردن فرزند 7 ساله خودش در بازداشت به سر میبره. این جمله‌ای که شنیدین تیتر روزنامه‌ها در سال 1872 بود. اما چرا این اتفاق افتاده بود؟ چرا همه به مری شک کرده بودن؟
مگه علت مرگ این پسر 7 ساله مسمومیت غذایی اعلام نشده بود؟ بعد از اینکه چارلز 7 ساله از دنیا میره، دوستان مری پیش پلیس میرن و به پلیس میگن که زمانی که مری میخواسته برای بار 5 ازدواج کنه، همسر 5 مری اصلا با بودن چارلز موافق نبوده و مری به دوستان و اطرافیانش گفته بوده که این مشکل زیاد ادامه دار نخواهد بود و بعد از این گفته چارلز 7 ساله از دنیا میره. پلیس برای اثبات این ادعا دستور کالبد شکافی میده و توی بدن چارلز 7 ساله مقدار زیادی آرسنیک پیدا میشه. اما اون روزها مسمومیت با آرسنیک اونقدرها هم چیز عجیب و غریبی نبود. حتی توی اون دوره 15 نفر به خاطر خوردن آبنبات‌هایی که حاوی آرسنیک بودن از دنیا رفته بودن که این مسمومیت‌ها به مسمومیت شیرین برادفورد معروف بود. اما مری به معنای واقعی کلمه یک بیوه سیاه بود. او 4 بار ازدواج کرده بود و 3 تن از همسرانش به دلایل نامعلومی فوت شده بودند و مری تا به اینجا با بیمه عمر همسرانش زندگی میکرد. پلیس ها مدرکی مبنی بر اینکه مری واقعاً قاتل چارلز هست نداشتن. مقدار آرسنیکی که توی بدن چارلز بوده انقدر زیاد بوده که میتونن مری رو دستگیر کنن. و چون پدر چارلز 7 ساله هم همین تازگی‌ها بود که از دنیا رفته بود، میتونستن قبر اون رو هم کالبد شکافی کنن و ببینن که آیا اون هم سم آرسنیک توی بدنش بوده یا نه. در نهایت این اتفاق میفته و آرسنیک در بدن اون هم دیده میشه. به همین دلیل مری به خاطر قتل درجه اول چارلز به زندان میره. در نهایت مری در 24 مارس 1873 به دلیل قتل چارلز ادوارد کاتن به دار آویخته میشه. اما این تمام ماجرا نیست. بعد از مرگ مری شواهد و مدارکی پیدا میشه که مری با همین سم 3 تن از همسرانش و 11 تا از فرزندانش را با همین سم به قتل رسونده و اسم اون به عنوان اولین قاتل سریالی توی بریتانیا ثبت میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه تا اینجای ویدیو اومدین لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مرسی.